لباس باباشو گرفت و یاسر بچه داره میمیره چیکار کنی؟ یاسر یه سوال از دستم کاری بر نمیاد. امروز داشت میرفت و سهراب من آخرین تلاشم برای بچه‌م میکنم. من پدرم تو مادری، من آخرین تلاشو واسه ایلیا میکنم. عملش پشت سر هم شیمی درمانی ها 4 سال این بچه داره شیمی درمانی میکنه. دیگه دستشون دیگه بریدن. خودش دیشب میگفت بابا به پرستارا بگو سوزنه هوا بزن من راحت بشم. خدا بزن چی نمیزنی؟ خدا بزرگه. خدا عشق دلشو بزن. گریه بگو. تمام جاشم درد میکنه. تمام جاش، سرش، پشت سرش. این قده اینقدر شد. پرستاری هم داره بزرگتر میشه. روز داره روزی 1 سام بزرگ میشه. روزی 1 سام داره بزرگ میشه. کلی مدرسه ما برنمیاد. دیگه غذام نمیتونه بخوره. بستران بهش غذا میدیم. یا الان 4 ساله با امسال بهار 4 سال درگیر بیماری سرطان سارکوم شد این بچه. این مریضیش هم یه مریضی بودش که دکتر گفت من جمجمه‌شو برمی‌دارم. به شما تضمین میدم این بچه اوکی، همه چیش میزانه دیگه، هیچ مشکلی نداره. جمجمه‌شو گرفتم فریزش کردم گفت تموم شد. بعد یه هفته اومدیم خونه دیدیم بچه دوباره عرض یه هفته دیدیم زیر چونه بچه داره ورم میکنه، صورتش داره اصلا چی بگم من نمیدونم این چی بودش، این چی هستش. خدا اینا چجوری من خدا نیستش آدم بگه که حکمت خدا آدم سر در نمیاره. زمان داره چی میشه؟ بزرگتر داره میشه، رشد داره میکنه، فعالیت میکنه. بچه رو با چی غذا میدم فعلا؟ بچه الان بازم نفسش کم میاد، این سارکومه خیلی اذیتش میکنه، براش سنگینه، خیلی داره اذیتش میکنه، خیلی به بچه داره فشار میاد. اون دردا، اون شب نخوابیدناشو. ایلیای من یه بچه بود قوی بودش، خیلی قوی بودش، ورزشکار بودش. امروز رفتم دیدمش دیدم چشمش بسته همینجوری با خنده گفتم ایلیا جان وقتی فیگو میگرفتی مامان تو آینه میگفتی مامان این، مامان دستمو فشار میده ببین دست چقدر درد میاد، میخوام همون دستتو دوباره، اون دست قوی تو دوباره میخوام بزر، باید به من دست بدی بگی مامان اون دستم قوی شد. بردیم عباساری نتوزه کاری کنم، بعد رفتیم تهران، بعد هزینه زیاد بود، نظر ما بردم دوباره بابا، هزینه دیور زیاد بود، بردمش بابا سر دیگه نتوزه کاری کنم، مریضیش هم زیاد شد، هرچی کار میکردم میدم به مریضیش دیگه نمیتونم، دیگه توان ندارم، دیگه پس جان از بین میره. این 3 برابر این بود، الان ناغر شد دیگه نمیتونه غذا بخوره، گندش جمع شده دیگه، الان با این دوله غذا میخوره دیگه نمیتونه نفس بکشه. توکلمون به اون خدا باشه، ما به غیر خدا هیچ کس رو نداریم. منم همین یه دونه بچه رو دارم، امانت خدا. یاسر من میگم خدایا روز به روز ایلیا رو بهتر کن، بچه رو عذاب نده، بچه رو درد نده، نذار بچه درد بکشه. این وقتی درد میکشه منم دارم درد میکشم، منم مادرم، منم قلبم داره میسوزه، در و دیواری میزنم که فقط این بچه رو خوب کنیم، این بچه رو صحیح و سالم کنیم، این بچه رو نجات بدم از این بچه. دار و ندارمون و زندگیمون و خونمون و هر چی که داشتیم واسه این بچه گذاشتم، هیچ الان 0 شدیم، هیچ هزینه‌اش خیلی بالاه، خیلی بالاه. باباش بنده خدا نمیدونم میره این ور میره اون ور، میاد این ور میره اون ور، میام یاسر خدای ما بزرگه، یاسر خدا کمک کنه. تمام دار ندارمونه برای این دونه بچه گذاشتم، من دوست داشتم ایلیا عصای دست من بشه. من یه راننده اسنپم، من اسنپ چند نوع در بیاد، هم خرج ماشین در بیاد، هم خرج بچه در بیاد. تهران الان درمانش هست ولی هزینه سنگینه. گفتم بیاریم اونجا حالا ببینیم چی میشه. من خدا بریم اونجا ببینیم نتیجه میدی یا نه. 1 سال تهران بردیم، شیمی درمانی کردیم، پرده درمانی کردیم. به خاطر اینکه هزینه زیاد بود آوردیم شما تو بابل شیمی درمانی کردیم، بالای 70-80 جلسه شیمی درمانی کردیم. ملت میدونن چیکار کنن، این بچه رو جوون رو نجات بدن، این جوون رو نجات بدن. برای من یه دونه مردم میخوام که این شماره کارت رو ویدیو میاد پول روی شماره کارت واریز کنن، دست تک تک رو میبوسم. مرسی. یعنی شب عازم تهرانم، این خدا یاری کنه درمان شما تو تهران شروع کنم دوباره رو پای خودش بریسه و راه بره خوب میشه. امید به خدا باشم. این که امید نداشت میگه بابا دلش کن. من رفتنه بودم نه به سر آرزو داری باید آرزو برسی، خیلی آرزو داشت ایشانش پدری یه زجو نکشه، خیلی بده. هم بچه میره من دور خجالت بکشه، چون اولا به من میگه بابا نگو نرو تو خدا نرو بگو
من بیشتر دیگه خجالت بچه‌مو نکشم. هیچ شالا هیچ پدری خجالت بچه‌شو نکشه. خیلی سخته، خیلی سخته. دست همه شما درد نکنه. واقعا از شما سپاسگزارم. گریه نکن دوستم. من چرا از نجاتی رو گریه